آیت الله قزوینی و مفتی عربستان شیخ عبدالعزیز آل شیخ. تصویر اول. آیت الله قزوینی میگوید بنده به جناب آل شیخ مفتی اعظم عربستان علاقمند هستم و ایشان انسان مؤدبی است. این حق دفاع را امیدواریم که انشالله هم جناب آل شیخ که من نسبت به ایشون علاقمند هستم و ایشون را آدم مؤدبی دیدم برخلاف بن باز، این حق دفاع را امیدواریم که انشالله هم جناب آل شیخ که من نسبت به ایشون علاقمند هستم و ایشون را آدم مؤدبی دیدم برخلاف بن باز، این حق دفاع را امیدواریم که انشالله هم جناب آل شیخ که من نسبت به ایشون علاقمند هستم و ایشون را آدم مؤدبی دیدم برخلاف بن باز. تصویر دوم. آیت الله قزوینی میگوید مفتی عربستان جز فحش و تکفیر چیز دیگری بلد نیست. و میدانند که اگر مفتی اعظم عربستان سعودی بیاد با شیخ الازهر یا با مفتی اعظم مصر بخواد حرف بزنه، حرف برای زدن نداره غیر از فحش و تکفیر و میدانند که اگر مفتی اعظم عربستان سعودی بیاد با شیخ الازهر یا با مفتی اعظم مصر بخواد حرف بزنه، حرف برای زدن نداره غیر از فحش و تکفیر و میدانند که اگر مفتی اعظم عربستان سعودی بیاد با شیخ الازهر یا با مفتی اعظم مصر بخواد حرف بزنه، حرف برای زدن نداره غیر از فحش و تکفیر نتیجه گیری. 1. جناب آیت الله قزوینی علاقه ویژه‌ای به تکفیری ها و انسان های فحاش دارند. 2. جناب آیت الله به رسم پیشینیان خود و بر اساس مذهب خود متوسل به نفاق یا تقیه شدند. 3. جناب آیت الله دروغ میگویند و دروغگو حافظه ندارد. 4. بعد از راه اندازی شبکه‌های کلمه و وصال و رسوا شدن حضرت آیت الله، ایشان گاهی اوقات هذیان میگویند.